درود خدمت یکایک شما، خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. امروز قراره که با هم دیگه بریم در مورد یه خورده کارهایی که میشه باش دلالی کرد صحبت کنیم که میتونی یکم باش کوین جمع کنیم. اما خب همه چیز یکم کوین نیاز داره، یعنی یه کوین اولیه واسه دلالی نیاز داره. خب بچه‌ها هر چقدر کوین کمتری داشته باشید خب 100% سود کمتری میکنید، چون که بازیکن ورار پایین خریده روش ترید میکنید و هی دلالی میکنید. پس وقتتون رو خیلی نمیگیرم. برای حمایت از من ممنون میشم، لایک و ساب رو بزنید. پس بدون شماتلی بریم واسه ویدیو. Let's go. خب بچه اولین کاری که میتونیم بکنیم واسه دلالی اکسچنج. حالا میگه چجوری اکسچنج؟ یه پول داشته باشید به صبر کنید. مثلا الان بهتون نشون میدم اکسچنج جدیدی که اومده. شما یه پول داشته باشید خوب میشه نهایتا مثل 100 میلیون کوین، حالا 70 میلیون کوین. خیلی میگن خیلیه، البته اینجا بازی به نظر من خیلی کمه، منم کوینام کمه، 50 میلیون. البته من خرج کردم، چند تا بازیکن خریدم، نازاریو گرفتم و اینا. بعد من کم بازی میکنم، یعنی اینکه خیلی وقتم کمه، بیشتر دارم وقت میذارم واسه هم یوتیوب هم مدرسه ها هستن، صبح تا ظهر بابی مدرسه دیگه. حالا در هر صورت یکی از کارها اکسچنجه که منتظر باد بمونید. هر 3 روز یک بار اینجا میبینید توتی پلیر زده، هر 3 روز یک بار اینجا یه اکسچنج عوض میشه. الان 29 ساعت دیگه مونده، حالا 30 ساعت دیگه، 8 دقیقه 30 ساعت دیگه مونده. بازیکنایی هم که میخواد 90 چی هستن، 95 هستن، 98 ترید، 95 ترید بخشید، 95 ترید میخواد که یه 96 یه 97 تون بده. که اگه بخوام بهتون بگم باید یه خوردم هوش ذکاوتون بالا باشه که آقا میارزه واسه این کار کرد یا نه. خب حالا بچه‌ها می‌بینید نگاهی کنیم، ببینید که بازیکنایی که به میده از 96 و 97 خوب دیبروینه هستش که می‌بینید 103 میلیونه. حالا از این ور سانچز 50 میلیونه. حالا اینا رو دیگه بستگی خودتون داره، اگه میخواد اکسچنج انجام بدید میتونید، ولی ارزش نداره اکسچنج شما، چون که الان بازیکن 95 ترید رو که نگاه کنید کمترین حالتشون، اگه حالا اینترنت جواب بده اذیت نکنه یا علی، الان میبینید که چقدر فروشنده واسه زیاد شد، چون که خیلی دارن این کار رو انجام میدن. اکسچنج رو خیلی اکسچنج رو دنبال میکنن، سریع بازیکن میخرن. ساعت 4:30 که روز عوض میشه و این اکسچنج عوض میشه بازم میرسن بهش. من البته ساعت 4:30 نمیتونم بیدار بمونم، ولی خب اگه الان ببینیدم متوجه میشید که قیمتا یه بار رفته بالا دوباره اومده پایین، دوباره رفته بالا دوباره اومده پایین. این رودری تا 60 میلیون هم رفته، ولی خب میبینید که هی بالا پایین میشه، چون که خیلی ها هی میان میخرن و میفروشن. ولی اینجا باید توجه به اینم بکنید که مثلا اون اکسچنج ها ارزش داره، کسی میاد واسه اون اکسچنج انجام بده. من یکی که این کارو نمیکنم واسه این اکسچنج. چرا؟ چون که شما کمترین بازیکن که میتونید بخرید همین رودریه یا اینکه ندوده. حالا کمترین قیمتش اینم که داریم میبینید دیگه، 50 میلیون و 600 یا اینکه 50 میلیون و 800. حالا میگه روز اول بعد که اومده تو ساعت 4:30 صبح هم بیدار بشینی، بعد بری داخلش ببینی همه‌شون سری میشن 999. تنها راهی که داری واسه این کار صبح ساعت 4:30 بیدار بشی، نگاه کنی اون اکسچنج چه بازیکنایی رو میخواد، به جای این اکسچنج که الان داریم نگاه کنیم یکی دیگه میاد، ببینید چه بازیکنایی رو میخواد. برای مثال بازیکنی 90 تا 92 میخواد. خب برای مثال تو وقتی که نگاه کردی میری نگاه میکنی این 90 تا 92 همه شده 999، همه بازیکن‌ها رو دارن میخرن، هیچ چیزی جا نمیذارن که حتی تو توش بتونی 2 تا دونه بازیکن بگیری شاید توش یه سود بکنی. خب این کارا رو دیگه بذاری کنار، باید بری یه روش دیگه بزنی. وقتی که دیدی همه 900، اگه 999 نبود که بخری، اگه میتونستید بخرید که حتما بخرید، اگه نمیتونستید باید 1 ساعت دیگه هم نهایتا یا 20 دقیقه دیگه هم بیدار بمونید. چیکار باید کنید؟ یه سایت هست به نام رندرز.
میرید داخلش، حالا لینکش نمیتونم بذارم، ولی خب داخل اینترنت شما بنویسید رندرز سری براتون میاد. گوگل هر جا باشه بنویسید رندرز براتون میاد. اولین سایت هم بزنید میرید داخلش. اونجا بازیکنایی که میتونید باشید، مثلا ایکس بازیکن 90 تا 92 که ایکسچنج میکنید اونجا پیدا کنید یا سرچ کنید اسمشو بیارید، بعد نگاه کنید کی قرار رفرش بخوره. احتمال زیاد یا اینکه بیشتر بازیکن‌ها بعضی از ایونت‌ها 4 و 50 دقیقه است، بعضیشون هم 6، بعضیشون 6 و 20 دقیقه، 5 و 40 دقیقه اینجوریه. مثلا همین رودری من دیروز فکر کنم دیروز یا پریروز بود رفتم چک کردم، ساعت 4 و 50 دقیقه بود فکر کنم، 20 دقیقه 22 دقیقه بعد از 4 و نیم زده بود. حالا خیلی خوب دقیق یادم نمیاد، حالا 4 و نیم رفتم چک کردم 4 و 40 دقیقه بود. حالا همینجا هولوش ساعت 5 بود که این رودری رفرش میشه، یعنی این بازیکن ساعت 5 همش میشه 0 و تو اگه بتونی رأس همون ساعت هی بیای اینجا تون بری بیرون و بیای داخل یک لحظه همینجور انجام بدی، نگاه کنی یه قیمت بالاتر میاد یا پایینتر میاد، تو میتونی همون لحظه بزنی خرید. اون موقعی که زدی خرید تو جز اولین نفرایی که میتونی بخری، 100% یکی دوتا کارتشو گیرت میاد. اینجوری باید انجام بدید. شما نمیتونید همون لحظه ساعت 4 و نیم اگر خیلی شانستون خوب باشه بتونید دوتا بازیکن همون ساعت 4 و نیم بگیرید، دیگه همش میشه 999 نمیتونید بگیرید. یک کاری که میتونید کنید فقط رفرش، همین. این شما تنها راهی که دارین که خیلی راحت بتونید بازیکن بگیرید سر تایم رفرشه. که کجا میخواین بدونید؟ همون سایت رندرز. همه بازیکن‌ها حتی بازیکن سیلورش هم توی سایت رندرز نشون میده ساعت چند رفرش میخوره. خیلی آسونه، برید داخل سایت رندرز میتونید ببینید. بعد این یکی از راههای دلالیه که الان من خود من بعد شما می فکری هم بکنید که الان این مثلا اینجا شما 3 تا بازیکن ترید میخواد، کمی 3 تا 48 میلیون هم که حساب بکنی میشه چقدر؟ 3 تا 40 میلیونش هم میشه 120 میلیون. 3 تا 40 میلیون میشه 50 میلیون، 3 تا 40 میلیون میشه 120 میلیون. خب این بازیکن‌ها دیبروینش 100 میلیون ناتونت فروش بره به زور، 100 میلیون دیبروین است. سانچز که 50 میلیون بود هیچ، این سانچز اصلا جزو همون چیزا میشه اکسچنج هم بذاره، فقط 95 میخواد. یه مسی سود داره اینجا، یه مسی خیلی خوب سود داره، یعنی تو فقط باید مسی زده باشی. رودری هم ضرره، مالدینی هم فکر کنم مثلا هولوش بازم همون ضرره، چون که یه سودی هم میکشه وقتی میخوای بفروشیش. تو 120 میلیون میدی بازیکن، 120 میلیون کفترین قیمتشه، یعنی الان 50 میلیونه. ولی من میگم شما شانس بیاری با 40 تومن الان بگیری یکیشو. 40 تومن چی همون 40 میلیون کوینه، 40 تومن کجا بردی؟ 40 میلیون کوین بخرید، 120 میلیون کوین گرفتی. حالا باز این مالدینی رو اصلا به تو داد، این مالدینی رو بذاری کجا؟ این مالدینی رو چیکار کنی؟ اینو بفروشی 130 میلیون، 15 میلیون فقط میخواد ازت سود بگیره. و این 15 میلیون سودی که میخواد از تو بگیره دوباره هم منفی همون 130 میلیون کنی میشه 115 میلیون، باز هم ضرر میکنی. 10 میلیون کم کنه باز هم ضرر میکنی، هیچ فایده ای نداره. باید یه جور فکر کنید که آقا مثلا کسایی که میان واسه این ایکسچنج آیا ارزش داره واسه شون یا نه. من به نظرم این ارزش نداشت، به خاطر همینم بود که خیلی سریع این ایکسچنج بازیکناش افت کرد. هنوز 30 ساعت دیگه مونده افت کرده. ایکسچنج قبلی 90 تا 92 بود فکر کنم. من 2 تا بازیکن 90 داشتم، تا 4 ساعت آخرم بازیکن من زیر قیمت نمی‌اومد، 12 میلیون شده بود. تا 4 ساعت آخرم 12 میلیون همجور وایساده بود، یعنی پایین نمی اومدن، چون که خیلی هنوز دنبال اون بودن، بازیکن 90 12 میلیون بودن و راحت گیرشون اومد. ولی این مثلا ارزش نداره. حالا شما تنها کاری که میخواد بکنید منتظر بمونید آقا، منتظر بمونید این 30 ساعت و ساعت 4 این چک کنید. اگه تونستین هم موقع بخرید، نتونستین سایت رندرز میرید رفرش رو نگاه میکنید، بازیکنایی که میخواین و سر تایمش میخرید و کار تموم. این اولین راهشه، به حواستون به ایکسچنج حتما باشه. دیگه دومین راهش هم که مال خود ایونت ها هست، مثل ایونت قبلی. توی ایونت قبلی دیدین که تقریبا 6 تا بود یا 8 تا مال نشنال، میگم نشنال ولاور بود فکر کنم اسمش، حالا خوب یادم نمیاد. 8 تا بازیکن 8 ایکسچنج داشت.
شما باید هر اکسچنج رو یه بازیکن خاص میدادین. به خاطر همین خیلی دنبال اون کارتای خاص بودن. حتی کارتای خود همون نشنال رو هم میخواست، یا کارتای وینتر وایلد کارت هم فکر کنم میخواست. شما باید اون بازیکن‌ها رو مثلا سریع میگرفتین یا سر تایمش میگرفتین. هر روز اون تو تا یه هفته 2 هفته بود، روی رفرش میگرفتین بازیکن‌ها رو، خیلی راحت سود میکردید. من روی همین کارام سودمو کردم. تقریبا 200 میلیون کوین در آوردم که یه رونالدو گرفتم. بارلا خیلی ضرر کردم روش، کاش نمیگرفتم واقعا. من 70 میلیون بوده، الان شده 40. من 60 خورده خریدم شده 40 میلیون. رونالدو نازاریو من 100 میلیون خریدم، الان شده 70 میلیون. حالا همینجور دیگه ضرر داره دیگه. من بیشتر تیمم که میبینید آن ترید نیستن. یه ریبری هم داشتم که فروختمش. پس سعی کن حتما واسه اکسچنج ها دلالیاتون انجام بدین. بهترین راه دلالی تا الان همینه. خیلی هم توش سود بوده، خیلی از بچه‌ها دارن این کارو میکنن و واقعا سود توش هست. پس یادتون نره که حتما سایت رندرز، اسمش داخل دیسکریپشن براتون مینویسم، ولی خب اسم سایتش رو مینویسم ولی لینکش رو نمیتونم بذارم، فکر کنم مشکل بخوره. ولی خب تنها راهش اینه که خیلی هم به کارتون میاد. پس سعی کنید حتما این کار رو انجام بدید که بتونید بازیکنایی که داخل اکسچنج ازتون میخواد رو بخرید. حالا اگه سر تایم نتونستین سر رفرش بخرید، خیلی سود خوبی داخلش هست همون 1-2 روز اول. و در نظر بگیرید که آقا اون اکسچنج واسه اون طرف که میخواد این کارت رو بخره سود داره یا نداره. شما میبینید همه زده نوسنا بوده، همه خریدارن، اونا همه واسه دلالی میخوان، بعضیاشون واسه اکسچنج میخوان، همشون که نمیخوان، بیشترشون واسه دلالی میخوان، یه عدهشون واسه اکسچنج میخوان. اگه اون اکسچنج سود داشت خیلیاشون واسه اکسچنج میخوان، یه عدهشون واسه دلالی میخوان. اینجوریه. پس وقتتون دیگه خیلی نمیگیرم. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که یه سود خیلی خوب از این کار بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. واسه حمایت از من میتونید لایک و کامنت بزنید. البته اول باید از این ویدیو شما لذت برده باشید. اگه لذت نبردین که نزنید، اشکال نداره. پس وقتتون رو دیگه نمیگیرم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. بدرود.